به نام روزی دهنده بی‌منت، درود بر شما همراهان عزیز. باز شب عید شد و من یک سوال ویژه ازتون دارم. 29 و 30 اسفند با 1 فروردین چه فرقی داره؟ فرقش به نظر من باید این باشه، اگر که ما یه چک لیستی رو داریم و اومدیم کارهای سال 1403 رو تک تک تیک زدیم و دیدیم که به خودمون متعهد بودیم، به عشقمون متعهد بودیم، وفادار به کار و کسبمون بودیم و اتفاقهای بی‌نظیر رو برای خودمون رقم زدیم، اینجوری میتونیم بگیم که نوروز برای ما یک روز نو و یک اتفاق نو و یک برنامه ریزی نو هستش. و از اون مهمتر، اگر برای 1404 یک برنامه ریزی دقیق رو از ماه‌های قبل برای خودمون نوشتیم، دیگه میشه نور علاوه. ولی اگر هیچ کدوم از اینها رو انجام ندادیم، پس باید یک تغییری در رفتارمون، در نوشته هامون و از اون مهمتر در انضباط شخصیمون ایجاد بکنیم تا نوروز برای ما بهترین روزها باشه. رفیق خوبم، نوروز و عید زمانیه که ما به خودمون متعهدیم، کارهامون رو منظم داریم انجام میدیم و از اون مهمتر یک برنامه ریزی بی‌نظیر داریم برای سال جدیدمون. آرزو بهترین ها رو دارم. نوروز بر شما خجسته، لبتون خندون، روزیتون 1000 برابر.